یه فکر و ایده جدید همیشه از لایه‌های عمیق وجودمون نشأت میگیره. با حسی توأم با شادی و شعف و گرمای خاصی خودش رو به لایه‌های ظریف ذهن شلوغمون میرسونه و از اونجا به قلبمون جاری میشه و مثل تپش قلب و گرمای دلچسبی خودنمایی میکنه. انگار چیزی شما رو داره از درون قلقلک میده که همون راهنمای شماست یا صدای درون. این راهنمایی که ما در پشت دیوارهای آجری زندانیش کردیم هر لحظه آماده است تا به ما بگه که به کدوم راه باید بریم. این راهنما نقشه ای رو در دست داره که فقط برای ما طراحی شده و ما رو به مقصد تعیین شده برای خود ما میبره. تمام طول زندگی ما در جستجو برای یافتن پاسخی برای سوالاتمون طی میشه. دنبال کسی میگردیم که به ما بگه کدوم راه رو باید بریم. میخوایم دلیل اومدن به این دنیا رو کشف کنیم. در واقع میخوایم نقشه زندگی خودمون رو پیدا بکنیم. چه بسا تمام زندگیمون رو صرف رسیدن به آمال و آرزوهای دنیوی خودمون بکنیم بدون اینکه قدمی برای رسیدن به خواسته‌های درونی و یا چیزی که روح ما بهش احتیاج داره برداشته باشیم. خوشبختانه صدای درونمون هیچ وقت خاموش نمیشه. ولی زمانی که صداهای بیرون شما رو با خودش درگیر بکنه دیگه صدای درونتون رو نمیتونید بشنوید. باید گاهی ارتباطتون رو با دنیای بیرون قطع کنید. باید توی سکوت بشینید. اجازه بدید طوفان درونتون آروم بگیره. باید نفساتون در ریه‌هاتون عمیق با ریتمی متناوب موج بزنه. باید حضور و آرامش تمام وجودتون رو پر بکنه. اون موقع است که میتونید صدای درونتون رو بشنوید. تنها چیزی که مانع از رسیدن به هدفمون یا مقصدمون میشه به تعویق انداختن اوناست. انجام عمل رو به روز بعد، به اول هفته بعد، به سال جدید محول میکنیم. یادمون میره که زمان حال تنها زمانیه که داریم. منتظریم اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفته. منتظریم کسی بیاد دست ما رو بگیره و مثل چشم به هم زدنی ما رو به خواستمون برسونه. ولی عزیزان، هیچ قهرمانی قرار نیست با اسب سفید بیاد و ما رو به مقصدمون برسونه. این وظیفه خودمونه و دلیل به این زندگی اومدنمون. مهم نیست چه سدها و دیوارهایی در پیش روی ما ساخته میشه، چه موانعی پیش میاد و ما رو از رسیدن به اونها باز میداره. ممکنه حتی روی خواسته هامون رو خاک بگیره، فراموششون کنیم و یا به نظرمون بیاد که رسیدن به اونها کار سختیه و ما از تلاش و تکاپو برای رسیدن به اونها خودداری میکنیم. ولی فراموش نکنیم هیچ چیزی بی دلیل به ذهن ما نمیاد. شاید همونا دلیل زندگی ما باشن. اگه صدای درونتون بهتون میگه که از کاری که دارید دست بکشید، از تمام وابستگی‌ها دل بکنید، با دوچرخه دور دنیا رو بگردید، لطفاً انجامش بدید. اگه بهتون میگه یه گوشه دنج اختیار کنید و بشینید کتاب زندگیتون رو بنویسید، لطفاً بهش عمل کنید. اگه میگه پیش برو و گذشته رو فراموش کن، لطفاً همین کار رو انجام بدید. اگه میگه توی جایی که هستی بمون و فقط صبور باش، حتما بهش گوش کنید. درسته که همیشه در وجودتون ترس از کشف ناشناخته ها وجود داره، ولی این اتفاقی هست که باید بیفته. در این صورته که شما چیزی رو که در زندگی کم دارید تجربه خواهید کرد و به دست خواهید آورد. کافیه که به ورای ترس ها و نگرانی های خودتون برید و به صدای درونتون اعتماد کنید. همیشه همه خواسته آسون به دست نمیان. یادتون باشه اگه زمان رشد بذری که کاشتیم برسه، هیچ چیزی جلودارش نخواهد بود. رشد میکنه و محصول میده. آروم چشمها رو ببندید و نفس عمیقی بگیرید. وارد قلبتون بشید و با هر بازدم تمام قفسه سینه رو رها کنید. اجازه بدید آرامش تمام وجودتون رو سرشار بکنه و تمام نگرانی‌ها و ترس‌ها رو داخل خودش ذوب بکنه.
به قدرت و توانایی خودتون اعتماد کنید. صدای درونتون همیشه با شماست. در قلبتون حضور داره و بارها و بارها شما رو صدا میزنه. هر چیزی که برای شما خوبه رو یادآوری میکنه. خواسته ها به اندازه توانایی شما خودنمایی میکنن. برای همین سعی کنید خودتون رو از ترس ها و نگرانی ها دور نگه دارید و به صدای درون خودتون اعتماد کنید. چند ثانیه تنهاتون میذارم، تمام حضورتون در قلبتون باشه و سعی کنید به صدای درونتون توجه کنید. آروم به نفس‌های عادیتون برگردید. از اتاقی که توش هستید آگاه باشید و به آرومی چشم‌ها رو باز کنید. فراموش نکنید همیشه همه خواسته آسون به دست نمیان. جلوی رشد بذری که در وجودتون کاشتید رو نمیتونید بگیرید. حتی اگر سالها از روش بگذره، بدونید که روزی رشد خواهد کرد و به محصول خواهد نشست. شما چیزی که در زندگی کم دارید رو به دست میارید. زندگیتون رنگ دیگه‌ای خواهد گرفت اگر دنبال خواستتون برید. خورشید در زندگیتون طور دیگه‌ای خواهد درخشید اگر کاری رو که درونتون بهتون میگه انجام بدید. براتون بی‌نهایت قدرت و انرژی در مسیر رسیدن به خواسته‌های درونیتون رو آرزو می‌کنم. به امید دیدار.